دوستان عزیز السلام علیکم 26 آگوست سال 2026 قرار داریم در نزد بوته انور بوته درخت انور نهال انور قای سرخ با می شود قای سبز این حوزه در همین شب روز علاقه 500 گرم شدگی است و تخمینا یک کنیم پس میپزد این دیرتر میپزد این 1 کیلو می شود این کالونی رو بینید و نهایت شیرینی با مزه می شود این کالونی رو بینید اینو رو بینید دوستان عزیز از این انور ما امسال نهال نداریم از این قای سال دیگه خدا خواهد ما تیار میکنیم موزه من تلفن رو گرفته یک نوار کرده روم اینجا بسیار کلان شنوندنش رو به شما گویم 5 بسه درست بوده است در انور 5 بسه درست میمونده است و بینش من خیلی راه میشود وقتی کلان شد بعد 5-6 سال اینجا خیلی کم کم راه میموند لیکن اصلا محکم میشد اساسش موزه گذشته به شما نشون میدم انور قای اساسا این مکانش کنی بودمی ولایت سوخت می باشد اساسش وطنش اینا بینید اینا می علاقه 1 کیلوش است دوستان عزیز اینا مینش علاقه 1 کیلوش است اینا مینش 1 کیلوش است اینش علاقه 600-700 گرم شده است دوستان عزیز من به شما فقط چیزهای بهترین رو پیشنهاد میکنم که شما خریداری کرده چنونید و بخورید سوری پول شوید اینا بینید 1 کیلو شده است من همین تگنگ علاقه 1 کیلو شده است 1 کیلو هم زیاد میشدید من همین سوی بش رو التماس میکنم که هرچند دورم باشد اگر با من خانه رایی کنم که شما در نشان تم انور قای خیلی میشدگی شد این بینید 1 کیلو شده علاقه 1 کیلو شدگی از همین کلانش التماس میکنم و این بینید این توقه میبندد لیکن کلان میبندد این بینید این همین حوض 1 کیلو شدگی این بینید یکی انور میشده است در اینا بینید دوستان عزیز برای شما شده من میخیزم وقتم رو صرف میکنم پولم رو صرف میکنم میبیام رکلام میکنم که شما یاد گیرید در حقیقت شما از همین گفته های من استفاده برید چون که با شما کوری گنده رو من پیشنهاد نمیکنم اینش بسیار میبسته است ببینید چقدر بستگی من اینش قای سبز است بگمونم اینش هم سرخ شده است اینا بینید دوستان عزیزی من خلاص گپ ما در تاجیکستان همین 4-5 نماد انار رو انتخاب میکنیم که بهترین انارهای دنیا باشند و شما انارزارها کنید و از انار فایده بینید انا قای سبز قای سرخ است قای سبز است اینش سرخ بینید چه بسیار میبندد با این درون بینید درون پوری انار است این اگر در منطقه های گرم رود اگر عموما بسیار میبستگی است ده این بینید در نظر دارم جیر قبودیان و جیهون رو خیلی خلاصی گپ چقدر هم روم همین قدر این تمام نمیشود این بینید این باغ کلان است از این باغ فایده بسیار رم کلان میگیرم گسود است هر سال این خیلی انوری بصفت کنید البته فایده میگیرید دوستان عزیز شما وقتی که مهنت میکنید مهنت ها از راه علم کنید یکمش انتخابی میوه‌ای که در ناحیه شما منطقه باب هست 1 کیلو من مرحمت 1 کیلو اگر شما میوه در ناحیه‌تان منطقه باب شدگی کنید اگر برکه میابید در منطقه‌تان نمیشدگی چه نکنید دوستان عزیز اینا 1 کیلو ان قریب شدگی اینا ببینید که حالی تا پختن اینا 1 ماه دیگه بوده است همین خیلی دوستان عزیز در پناه خدا باشید و کدوم معقول باشد یک لایک کنید از من درخواست کنید نهال امسال انارهای بهترین رو نیز از ایران میبیارم و انار بهترین رو بدانش رو نیز میبیاریم در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد